2000 تا بادکنک فویلی قلبی قراره امروز باد بشه بریزه رو سر یه آدم خیلی خوشبخت. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. تقریبا ساعت 10 صبح رفتیم که 2000 تا بادکنک فویلی رو باد بزنیم تا بتونیم ساعت 8 شب یه اجرای خیلی هیجان انگیز داشته باشیم. گروه سورپرایز شد تا حالا بالای 1000 تا اجرای بارون بادکنک داشته، ولی این اولین باره که یه بارون بادکنک خیلی متفاوت داریم با بادکنک های فویلی قلبی که باد زدنشون بسیار سخت‌تر از بادکنک های معمولیه. به صورت اتفاقی امروز یه برنامه داریم که نصف بچه‌های بارون بادکنک نیستن و ما ناچارن 2 نفری باید 2000 تا بادکنک رو باد بزنیم. این از 2000 تا بادکنک فویلی قلبی از صبح تا الان که شب شده دیگه، ساعت 8 شده. با ما همراه باشید. هنوز تمام نشده، تا آخر ویدیو همراه ما باشید. اینجا مرکز خرید رزماله. بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. همه اینا رو گفتم که بدونید این کار چقدر سخته که در نهایت بتونیم این زیبایی رو به شما نشون بدیم. اگه تا اینجا ویدیو خوشت اومد و همراه ما بودی، لایک و کامنت و شیر و سیو یادتون نره.